4 تا نکته کلیدی و طلایی تو نوشتن مباینامه یا نگارش در سامانه کاتب رو میخوام بهت آموزش بدم که سرمایت و ملکت رو از خطر احتمالی کلاهبرداری نجات میده. این پست به شدت مهمه و بسیار کاربردیه و برای دوستانت هم بفرست تا همه بتونن از این پست استفاده بکنن. نکته چهارمش روش کلاهبرداری که جدیداً خیلی استفاده میشه. فقط در نظر داشته باشید مواردی که گفته میشه تمامش بر اساس پرونده‌های قضایی که در دادگاه‌ها بیشتر اتفاق میفته. حالا بیا جلو 0 تا 100 رو بهت توضیح بدم. تکنیک اول مربوط به فروشندگان ملکه که از طرف خریدار دارن چک میگیرن. تبصره یک گفته عدم وصول چک‌ها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1 و 3 که اینجا هست، این مباینامه از سوی فروشنده یا فروشندگان تأثیری در ساعت معامله ایجاد نخواهد کرد. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما فروشنده ملک هستی و چکی از خریدار گرفتی و اون چک اگر وصول نشود، این مباینامه همچنان سر جاش به قوت خودش باقیه و شما باید بری ملک رو سندش رو به نام خریدار بزنی. بنابراین اگر فروشنده ملک هستی حتما باید این بندو خط بزنی که در صورتی که چکی میگیری از خریدار. تکنیک دوم بند 6.6 کلیه خیارات از جمله خیار قبل به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط کردیم. این یعنی چی؟ یعنی اگر توضیحاتی در مباینامه اینجا قید میکنی، عدم انجام تعهدات، وجه التزام، عدم حضور دفتر، هر چیزی که اینجا قید میکنی، اگر این بندو خط نزنی کلیه خیارات رو از خودت سلب کردی. بنابراین چه خریدار و چه فروشنده هستی، کلیه این خیاراتی که قرار از شما سلب بشه این بند رو خط میزنی که دیگه کارایی نداشته باشه. و چی کار میکنی؟ و اینجا قید میکنی که طبق توافق خریدار و فروشنده تبصره 1 و ماده 6.6 از این مباینامه حذف کرد. و تکنیک سوم مربوط به تمامی مشاورین املاکی که این اشتباه رو در مباینامه میکنن. اگر جایگاه خریدار رو داری، برای شما می‌نویسن که ملک مورد نظر به رؤیت خریدار رسید و از کم و کیف هم مطلع گردید. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اگر شما ملکی رو بخری 2 روز بعد 48 ساعت بعد، حالا هر زمان کوتاهی هر اتفاقی برای این ملک بیفته، از لحاظ متریال، از لحاظ داخلی ملکی که شما بازدید کردی، شما هیچ اعتراضی نسبت به خرید ملکت نمیتونی انجام بدی. جمله صحیحش این میشه: ملک مورد نظر با وضعیت موجود تحویل خریدار گردید که اگر اتفاقی برای ملک افتاد شما بتونی از حق خودت در دادگاه دفاع بکنی. و حالا نکته کلیدی و نکته‌ای که جدیداً داره استفاده میشه توی کلاهبرداری املاک و مستغلات، نکته 4 که به شدت مهمه، توی کپشن کامل توضیح دادم، برو بخون و اجرایش بکن. و تو خرید فروش املاک و مستغلات همیشه گفتم از یک مشاور حقوقی حرفه‌ای کنار خودت استفاده بکن یا حتما یه وکیلی کنار خودت داشته باش. ضررهای املاک و مستغلات ضررهای میلیاردیه و اگر خطا بکنی ملک و سرمایت رو از دست میدی. خیلی خوشحالم که پیجمو دنبال میکنی و این پست کلیدی رو برای دوستانت به اشتراک بذار که همه دوستان بتونن از این پست استفاده بکنن.